آغاز یک هفته دیگر رو با هم شما بینندگان عزیز شاد باش میگویم. امروز 27 اپریل و ساعت به وقت پراگ 7 صبح است و چون همیشه فرصت است که من برای شما اخباری تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای اون که روزتون رو با ما یعنی با رادیو آزادی شروع میکنید می‌نداریم و حالا رو میارم به خبرهایی که در دست دارم. وزارت تندرستی تاجیکستان زیر فشار جامعه شهروندی امور گرفتاران التهاب شش یا پنیومانیا را در 3 ماه اول امسال نشر کرد. 18 سازمان و شخصیت علیحده به نمایندگی از جامعه شهروندی تاجیکستان روز 20 اپریل از وزارت تندرستی خواستند وضع گرفتار شدن شهروندان را به التهاب شش، سیل و دامنه در ماه‌های ینور و فوریه و مارس اعلام کند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 23 اپریل در نامه جوابی گفت در 3 ماه اول امسال 5023 نفر التهاب شش یا پنیومانیا شدند که در مقایسه با امور همین دوره سال گذشته 169 حالت کمتر است. در نامه به وضع گرفتاران التهاب شش در ماه اپریل و مرگ برخی از آنها اشاره نشده است. این در حالی است که مرگ پیهمی چند نفر از پنیومانیا در آخر ماه مارس و اول اپریل در سوخت و ختلون و دوشنبه مویه نگرانی ساکنان گردید. اخیراً مقامات تعیینات بیمارستان مرکزی ولایت سوخت را هم از مؤسسه عمومی و گوناگون رشته طبی به شفاخانه بیماری‌های راه نفس و اساساً التهاب شش یا پنیومانیا تبدیل دادند. میرحامیدین کمالزاده معاون وزیر تندرستی در نامه جوابی وضع اپیدمیولوژی کشور را نسبتاً آرام تصویر کرده میگوید تاجیکستان 46900 تست دارد که 23000 را از روسیه، 22000 دیگر را از چین و 1900 تست را از آلمان گرفته است. همه تست ها از جانب سازمان جهانی تندرستی آزموده شدند و دارای سرتیفیکات صفت می باشند افزوده است. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید با تست ها شهروندان سنجیده می شوند که نشانه های بیماری پنیومانیا را دارند. در این حالت اینچنین عکس رنتگنی، توموگرافی کامپیوتری، تحلیل عمومی خون و بلغم به اینابت گرفته می شود. وزارت تاکید کرده است که تاجیکستان تنها یک چنین آزمایشگاه دارد و بنابر همین تست ها از تمام منطقه به اینجا فرستاده می شود. تا 16 اپریل در این آزمایشگاه 2317 تشخیص انجام داده شده است که 440 تشخیص تکراری می باشد. برگزاری مسابقه های فوتبال در تاجیکستان تا 10 می امسال منع کرده شد. مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفتند بازی های دور چهارم میان دسته های لیگ عالی طبق جدول روز 26 اپریل برگزار می شود و سپس تنفس اعلان می گردد. ستاد جمهوریوی برای پیشگیری از شرایط کرونا ویروس روز 25 اپریل مکتب ها را تعطیل کرده برگزاری همه گونه معرکه ها از جمله مسابقه های ورزشی را موقتا باز داشت. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفته است با هدف حفظ سلامتی و امنیت ساکنان از این قرار پشتیبانی میکند. در حالی که بازی‌های فوتبال در سراسر جهان موقتا قطع شده است، در تاجیکستان، بلاروس، بوروندی و نیکاراگوا مسابقه فوتبال ادامه داشت. بازی‌ها در ورزشگاه‌ها به حضور تماشاگران میگذشت و حالا باشد تاجیکستان موقتا از این فهرست خارج شد. کارخانه مشترک تاجیکستان و ایتالیا مشهور با نام جوانی در شهر خوجند از 20 اپریل بسته است. مقامات اداره تندرستی ولایت سوخت 26 اپریل گفتند 16 کارگر این کارخانه را زیر کارانتین گرفتند. به گفته یک مسئول اداره تندرستی ولایت 16 کارگر کارخانه جوانی با تب بلند بستری کرده شدند. فعلا وضع سلامتی آنها خوب است. مسئولان کارخانه مشترک تاجیکستان و ایتالیا حاضر نشدند که درباره جزئیات بیماری همکاران خود صحبت کنند. در این کارخانه تقریباً 1000 نفر فعالیت میکنند و آنها تا زمان کارانتین به تولید یا استحصال لباس‌های پختگی مشغول بودند. هفته‌های اخیر یک گروه از کارگران برای صادرات به ایتالیا نقاب‌های طبی و محافظتی نیز آماده میکردند. ضمناً وضعیت که از طبیبانی که در ولایت سوخت یک بیماری التهاب شش را معالجه میکرد بد شده است و او را برای درمان به شفاخانه شهر خوجند آوردند. طاهر ممیتوف ساکن ولایت حبیب الله شادیف را معالجه میکرد که او روز 31 مارس با علامت‌های بیماری التهاب شش در بیمارستان ناحیه جبر رسولوف افتید. بعد مرگ او طاهر ممیتوف را همراه با 10 طبیب و پرستاری که با بیمار تماس داشتند به کارانتین حتمی فرستادند. بوستون ممیتوف دخترزاده طاهر ممیتوف گفت تقریباً یک هفته می شود که امکش در بیمارخانه است و با دستگاه نفسگیری صنعی خوابیده است. پزشکان به خویشاوندانش گفتند که وضع صحتی طبیب امروز اندکی بهتر شده است ولی به سختی نفس میکشد. مقامات تاجیکستان تا هنوز میگویند در کشور یگان مورد سرایت کووید 19 ثبت نشده است.
اما در روسیه کریم جونیوروف یکی از حامیان شناخته حقوق مهاجران در آن کشور که چند پیش از بیماری راههای نفس شکایت میکرد به بیماری کووید 19 گرفتار شده است. او روز 25 اپریل به رادیو زودی گفت که طبیبان بعد تشخیصش معلوم کردند که به کرونا ویروس نو سرایت یافته است ولی حالش نظر به گذشته بهتر شده است، یعنی شفا می‌یابد. کریم جونیوروف روز 19 اپریل شکایت داشت که تب بلند دارد، به سختی نفس میگیرد و پشت و هر دو پهلویش میسوزد. بعد دعوت طبیبان به او توصیه دادند که در خانه بماند و منتظر نتیجه های تشخیص باشد. او افزود عین زمان درد تخت پشتم کمتر شده است ولی طعم هیچ چیز رو احساس نمیکنم. طبیبان میگویند احساس نکردن طعم غذا یکی از علامت های کووید 19 است. و تخمین کریم جونیوروف ممکن است که بیماری رو هنگام ملاقات و یا کمک به مهاجران تاجیک از کدامه گرفته باشد. او به مهاجران توصیه داد که خود را احتیاط کنند زیرا بیماری شوخی ندارد و سخت عذاب می‌دهد. کریم جونیوروف یکی از حامیان شناخته مهاجران تاجیک در روسیه و رهبر سازمان غیر حکومتی اتموس است و پیوسته با آنها برای دفاع از حقوقشان کمک کرده است. عزت امان یکی از حامیان دیگری حقوق مهاجران تاجیک نیز چند پیش در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که او نیز گرفتار بیماری سخت راههای نفس شده است و طبیبان به دادش نمی‌رسند. معلوم نیست که او به کدام بیماری گرفتار می‌باشد. 26 اپریل وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد که تا 1 ایول صادرات غله‌دانه را متوقف می‌کند. ظاهراً روسیه هشدار سازمان‌های بین‌المللی درباره خودداری از قطع صادرات غذا در دوره پاندمی کووید 19 را نادیده گرفت. در اظهارات روسیه درباره پاندمی کرونا ویروس که سال گذشته در چین شروع شده است، فعلا بیش از 3 میلیون اهالی 185 کشور عالم را گرفتار نموده است، حرفی نیست. روسیه که بزرگترین صادرکننده گندم در جهان میباشد، صادرات غله‌دانه به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اوراسیا یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان را ادامه می‌دهد. ترکمنستان 26 اپریل روز اسب را جشن گرفت. پرزیدنت خودکامه این کشور با محبتش به اسب معروف بوده یک روز را همچون روز اسب تجلیل میکند. در مراسم دیروزه هشدارهای پاندمی کرونا ویروس صرف نظر شدند و چوربین‌های سیر و دم، مسابقه ها و پایگاه اسب دایر گردید. در ترکمنستان رسما گزارش درباره کرونا ویروس نشر نشده است ولی منقدان میگویند که ادعای حکومت بی اساس است. در چوربین‌های دیروزه پرزیدنت از پروران هدیه‌های گرانبها دسترس نمود. در جواب او به نقاشانی که رسم‌های اسب را آفریدند تحفه‌های قیمت‌بها تقدیم نموده به شخص پیروز در پایگاه اسب‌ها ماشین اودی تحفه کرد. بردی محمدوف گفت که برای بهبود وضع اسب‌ها و اسب پروران 680 میلیون دلار جدا کرده است. اخبار.com می نویسد که 5 ساکن شهر خوروغ بعد تقریبا یک هفته بازداشت از جانب مقامات ولسوالی اشکوشی ولایت بدخشان افغانستان آزاد کرده شدند. این 5 ساکن خوروغ که در کمیته حالتهای فوق‌العاده کار می‌کردند و در دریای پنج در مرز با افغانستان جسد یک مرد غرق شده را جستجو داشتند، هفته گذشته غیب شدند. منابع سامانه اخبار خبر دادند که معلوم می‌شود این 5 نفر اینقدر روز از سوی پلیس ولسوالی اشکوشی دستگیر شده بودند و آنها را شب 23 اپریل جواب دادند. آنها حالا در قلمرو تاجیکستان در مکان امن هستند. آنها را برای 14 روز تحت کرانتین گرفتند. هنوز معلوم نیست که پلیس افغانستان این 5 نفر را بر اساس چه شرط و شروط آزاد کرده است. عبدالفتاح حاتموف کیمیادان تاجیک و بنیادگذار لیسه حاتم پیوی که بیشتر به تعلیم علم‌های دقیق مشغول است در 69 سالگی درگذشت. پیوندانش گفتند مراسم ویدو با او 27 اپریل در دهه چمن نویه وحدت برگزار می شود. یوسف حاتموف پسر عبدالفتاح حاتموف به رادیو زودی گفت پدرش شام 26 اپریل در دوشنبه از سکته قلبی افتید. عبدالفتاح حاتموف دانشگاه دولتی شهر لنینگراد را ختم کرده یک مدت در دانشگاه آموزگاری دوشنبه و همچنین دانشکده تکمیل اختصاصی معلمان کار کرده است. در آغاز سال 2000 مدیر مرکز تعلیمی جمعیتی بود. سال 2003 مکتب خصوصی حاتم پیوی را تأسیس داد که حالا به یک مرکز مهم آموزش علم‌های دقیق در کشور تبدیل یافته است. تا این دم ده‌ها شاگردان مکتب خصوصی حاتم پیوی در المپیادهای بین‌المللی سزاوار جای‌های اول شدند. برخی از ختم کردگان لیسه در دانشگاه‌های بانفوذی جهان تحصیل می‌کنند و یک نفر از شاگردانش به شرکت گوگل به کار پذیرفته شده است. بعضی دیگر در خارج مشغول تحقیق می باشند.
بینندگان عزیز تفصیلات این و دیگر خبرها را شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org پیدا کنید و همچنین گزارش‌های روز رو در همینجا در اوزودی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب میتونید ببینید. اگر شما نواری دارید و خبری دارید که میخواهید با ما در میان بگذارید لطفاً با رقم 420 724 056 681 طریق وایبر، واتساپ و تلگرام با ما بفرستید. و حالا از قرب اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که برای امروز این گونه تعیین شده است. $1 10 سومانی و 124 درهم می باشد. 1 یورو کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 136 سومانی و 30 درهم تعیین گردیده است. خب با سپاس از یکایک شما عزیزان برای همراهی در این صبح بر وقت و البته روز نواغاز شده است و خبرهای زیادی در دوام روز به دست ما خواهند رسید که من حتما بازم در بخش‌های مستقیم بعدی برای شما خواهم گفت. برای همتون تنی صحت می‌خواهیم، برای همکاریتون تشکر، سپاس که با ما هستید. روزتون بخیر باشد و منتظر دیدن شما در بخش‌های دیگری رادیو آزادی هستیم.